سلامی دوباره به تمام دانشجویان عزیز آقای حسینی. با فصل جدید این دوره و کلاس باتون همراه هستیم. توی این دوره قرار بیشتر فوکوسمون روی فیوچرز و ترید اسکالپ باشه و شاید خیلی کاربردی واسه کسانی که داخل اسپات کار میکنن نباشه. بریم که استراتژی اول رو شروع کنیم. این استراتژی چندان سخت نیست، فقط 4 تا رکن و اصل مفهومی داره که بهش بریم بپردازیم. خب همونجور که دارید در تصویر میبینید این استراتژی 4 تا رکن داره. اگه به درستی رعایتشون کنیم میتونیم یه ستاپ معاملاتی خوب با وین ریت 85 تا 92% ازش بگیریم. رکن اول سشن یا تایمه. ما اصلا تو چه تایمی تو چه سشنی باید دنبال ستاپ معاملاتیمون روی این استراتژی داخل چارت باشیم. تایمی که ما باید دنبال این ستاپ و استراتژی داخل چارت بگردیم سشن لندنه که از 11:30 ظهر به وقت ایران تا 7:30 معاملات انجام میشه. به لحاظ تاریخی و جغرافیایی لندن یکی از مراکز اصلی مبادلات و تجارت در جهان بوده. سشن لندن در پایان سشن آسیا شروع میشه. به نحوی تصمیم گیری ها در این سشن تصمیم گیری اصلی معاملاتی در جهانه. به همین دلیله که لندن رو پایتخت فارکس جهان میدونن، چون 43% از معاملات فارکس فقط در این سشن لندن انجام میشه. البته نگفته نمونه تایم فریمی که برای این استراتژی ما انتخاب میکنیم فقط روی 5 دقیقه است. رکن دوم، داشتن یک لیکویدیتی در چارت. کندل نقدینگی یا لیکویدیتی کندل در بازارهای مالی به خصوص در تحلیل تکنیکال مفهومی تحت عنوان کندل نقدینگی یا لیکویدیتی کندل وجود داره که در بین معامله‌گران حرفه‌ای بسیار رایجه. کندل نقدینگی معمولاً کندلیه که تعداد زیادی از معامله‌گران حد ضرر یا به اصطلاح استاپ خود را در زیر لو یا های های آن قرار میدن. اگر این کندل یک کندل سعودی باشه قاعدتاً حد ضرر معامله‌گران زیر آن قرار میگیره و بالعکس. مثلا در کندل های نقدینگی سعودی ساز کار اصلی به این صورته که هر بار قیمت به هر دلیلی مجدد به داخل محدوده این کندل وارد میشه، خریداران اجازه اصلاح نمیدن و مجدد قیمت رو از محدوده کندل خارج میکنن. در واقع هنگامی که قیمت به سمت محدوده پایینی این کندل حرکت میکنه، گروهی از معامله‌گران اقدام به خرید کرده و مانع اصلاح عمیق‌تر اون قیمت میشن. برای اینکه یک کندل نقدینگی تایید بشه، حداقل 2 بار خروج از محدوده کندل نقدینگی و ورود مجدد به اون لازمه. رکن سوم این استراتژی تشکیل MSS یا به اصطلاح مارکت استراکچر شیفت بعد از تشکیل لیکویدیتی ما. خیلی از تریدرها MSS رو با چنج آف کاراکتر اشتباه میگیرن. به قول مایکل MSS ورژن کوچک و اسمال چنج آف کاراکتره. 2 مفهوم کلیدی جابجایی در ساختار بازار MSS مارکت استراکچر شیفت و تغییر کاراکتر چنج آف کاراکتره که از سری ابزارهای قدرتمند سبک ICT برای شناسایی تغییرات روند استفاده میشه. این 2 مفهوم جدا از اینکه شباهت زیادی به هم دیگه دارن، کاربردها و نقشه متفاوتی در تحلیل ساختار بازار ایفا میکنن. خب بیایم به MSS بپردازیم. مارکت استراکچر شیفت اصلا چیه؟ تغییر ساختار بازار یا مارکت استراکچر شیفت به یک تغییر کوتاه مدت در جهت قیمت اشاره داره که با شکست نقاط نوسان مهم مثل سوینگ های و سوینگ لو همراهه. این اتفاق از تغییر موقت در نحوه حرکت قیمت خبر میده و گاهی اوقات به عنوان هشدار اولیه از یک تغییر بلند مدت در روند تلقی میشه. خیلیا MSS رو
بیشتر به عنوان یک سیگنال اولیه استفاده میکنن که ممکن است منجر به تشکیل چنج آف کاراکتر بشه. حالا تغییر در کاراکتر یا چنج آف کاراکتر اصلا چی هست؟ چه تفاوتی با MSS داره؟ چنج آف کاراکتر به یک تغییر بلند مدت در جهت روند اشاره داره. چاک زمانی رخ میده که ساختار فعلی بازار شکسته بشه و روند قیمت به طور کلی تغییر کنه. برای مثال از صعودی به نزولی یا بالعکس. داخل تصویر بالا پارامترهایی رو قرار دادیم که چاک و MSS رو به اصطلاح شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با هم دارن رو بررسی کردیم که بسیار ضروری نیست. اینم از رکن سوم. بریم واسه رکن چهارم و رکن آخر این استراتژی. بعد از تشکیل نقدینگی و MSS حالا نیاز داریم که دنبال FVG برای نقطه ورود بشیم. FVG که سرواژه کلمات Fair Value Gap می باشه به معنی شکاف ارزش منصفانه. به بیان ساده این شکاف یا به اصطلاح گپ به این موضوع اشاره داره که قیمت یک دارایی مثل سهام، ارز یا حالا هر چیزی بالاتر یا پایینتر از ارزش واقعی اون در حال معامله است. FVG دارای ساختاری بسیار ساده است که حتی به صورت چشمی و با یه نگاه ساده به نمودار قابل تشخیصه. مورد دیگر اینه که FVG کاربرد دوگانه داره، یعنی هم به عنوان نقطه ورود قابل استفاده است و هم میتونیم به عنوان تارگتی برای قرار دادن حد سود خودمون از اون استفاده کنیم. FVG معمولاً نه همیشه در جایی رخ میده که نقدینگی در بازار کم شده باشه. به همین دلیله که در آن به کلمه گپ یا همون شکاف اشاره شده. البته این گپ به این معنا نیست که شما یک شکاف واقعی به صورت فضای خالی بین دو کندل رو روی نمودار ببینید. در واقع شما کندلی رو میبینید که بدنه بزرگی داره. همین بدنه های بزرگ که در طی یک روند شکل میگیرن اکثرا به دلیل کاهش نقدینگی در بازار رخ دادن. خب بریم لایو داخل چارت. یه مثالی رو بزنیم. تایم فریم رو 5 دقیقه است. های چارتی که روبرمون هست رو با یک لاین رسم میکنیم به این شکل. میزنیم بره جلو. باکس آبی رنگی که مشخص کردم رنجمونه و بله به این صورت لیکویدیتیمون تشکیل میشه. خب توقعی که ما از مارکت داریم یه همچین چیزیه. خب بیاید اینجا های کوچیک ما اینجا، بله اینجا رو ما رسم کنیم. اگه اینجا بریک بشه به اصطلاح ما یک مارکت استراکچر شیفت یا MSS داریم. فعلا تاییدیه رکن دوم یعنی لیکویدیتی یا نقدینگی رو ما گرفتیم. خب منتظر میمونیم که مارکت استراکچر شیفت تشکیل بشه. خب بله به چه صورت هم مارکت استراکچر شیفت تشکیل شد. همزمان چاک یا چنج آف کاراکتر هم تشکیل شد که حالا کاری به چاک یا چنج آف کاراکتر نداریم. همین MSS و مارکت استراکچر شیفت واسه ما کافیه و تاییدیه رو میده. خب حالا FG بزرگی رو داریم. میایم ستاپ رو به این صورت اینجا قرار میدیم. بچه ها راجع به استاپ لاس، استاپ 80% اوقات روی همون اتمام یا شروع به اصطلاح بدنه کندل FVG اون باشه کافیه. جایی که کندل FVG ما باز شده. خب منتظر ریاکت بازار میمونیم و بله تاچ شد. بله به تارگت هم رسید. بعد از 4 کندلی که در راستای هدفمون حالا بستگی داره لانگ پوزیشن باشه یا شورت پوزیشن بسته شد، اون
ستاپ معاملاتیمون رو ریسک فری میکنیم و به اصطلاح حساب رو یا روی عدد ورودی قرار میدیم یا میریم بالاتر. من شکل و شمایل این ستاپ رو فقط بالعکس، یعنی از سمت بالا به پایین نزولیش و یا حالا به اصطلاح شورت پوزیشنش رو اینجا بکشم که واسهتون بیشتر قابل درک بشه. خلاصه این استراتژی و ستاپ که با اسم و نام سکرت استراتژی کریپتوپورت 2025 مشخص کردیم اینه. امیدوارم که واسهتون قابل فهم و درک بوده باشه. در ادامه مثال هایی رو هم خواهیم زد. به امید دیدار بچه‌ها.